ده روز لسر رواندنا هجمارکه سرکردین انجمنان اجتماعی کرد لسوریه جالیه چکدارم پیده و درباز دبن و حتی آنها چارنویس آوان ندیاره و پیده جید سیاستن خواه ین گرتون و رواندنه ده بردوامه. چکدارم پیده باز که پککل کردستان سوریه که دراغاندنا خود بردوام بحثا دموقراطی و آزادی و مافی جنیدکه جناکوتان حال روژاوای کردستانی مافنوی بن پیکرینه. ابده روژن فصل یوسف جیگرا سروک انجمنان اجتماعی کرد لسوریه هروها هر یک جه محسن طاهر و امین حسام رواندنه و حتی نهاجی چارانویس آوان ندیاره. ده روزانه هیوی مهی چکدارم پیده باز که پککل کردستان سوریه آواهیا اوفیسان آوندیا انکسیل واجار قامشلو دور پیچ کرن. انجمنا کوجبو مافی گلی کرد لکردستان سوریه ده کنگر و جوین نافدولتی ده بجدار دبه و براوانیه ده بر مافی کردان ده دکه و 13 سرکردین وی گرتن و پشتی 24 مجمیران ده هجوان سربست بردان و هین هر سی کسی ناف بوری ده زندان ویدنه. روژا 15 هیوی مهیجی چکدارم پیده ده مجمیر سی پشتی نیورو اندام خوجهی دربیسیه یا انکسی محمد فتح گود همان دمیده سرکرد تفگرا چاک سازی یا کرد لسوریه ده یا رواندن. چکدارم پیده فتح جمالاویا لگند خاتونا یه لگند آواره دربیسیه رواندن و حتی آنهاجی چارانویس آوی ندیاره. بریان هاجی چکدارم پیده اندام خوجهی دیریکه یا انکسی فواد ابراهیم لنزیکی گندوی شکرخاچ یبسر دیریکه و رواندن و حتی آنها چارانویس آوی ندیاره. جبلی هر پنج سرکرده نافبوری انجمنان اجتماعی کرد لسوریه تانها بدهان سرکرد و اندام و آلیگرین انجمنان اجتماعی کرد لسوریه مینا بهزاد دورسن اندام پولیت بیروی پارتی دموکراتا کردستان سوریا ده زندان پیده دنه و تانها چارانویس آویجی ندیاره.